حدیث قدسی: زاهدترین، عابدترین و متقیترین مردم. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، به آنچه که به تو دادم راضی باش، از زاهدترین مردم خواهی شد. ای فرزند آدم، به آنچه که به تو واجب کردم عمل کن، از عابدترین مردم خواهی شد. ای فرزند آدم، از آنچه که بر تو حرام کردم دوری کن، از متقیترین مردم خواهی شد. بهارالانوار جلد 78 صفحه 136، روایت سوم، باب 21.